به نظرت یادگیری این ساز سخته یا آسونه؟ سلام رفقا، تو این ویدیو آموزش کالیمبا داریم. پیج اینستاگرام روی صفحه میاد، حتما فالو کنین. کلی نوت آهنگ داریم، آهنگای معروف داریم، آهنگای ایرانی، آهنگای چالشی، خارجی، بی کلام، ترکی، سریال، انیمه، کلی آهنگ داریم. و چنل یوتیوب رو لطفاً سابسکرایب کنین، ویدیوهای قبلی رو ببینین، لایک کنین، نظرتون رو با هم در میون بذارین. خیلی ممنونم. یادگیری کالیمبا خیلی راحت، ساز آسونی، حتی بدون پیش زمینه موسیقی هم میتونی به راحتی بنوازی. رنج سنی اصلا نداره. تو پیج من همه جور سنی داریم که دارن کالیمبا مینوازن و از سازشون لذت میبرن. این 3 تا هایلایت فیلمای ارسالی خوشگل شما رفقا است. این 3 تا هایلایت رو تو پیج اینستا ببینین، کیف کنین. کلا کالیمبا رو با 4 روش میتونیم یاد بگیریم. اولی از طریق یادگیری نوت خطوط حامل یا نوت‌های موسیقی یا نوت‌خوانی 5 خط حامل که شامل نوت‌های اصلی میشه: دو، ره، می، فا، صول، لا، سی. اگه برات سوال پیش بیاد که کلا نوت چیه، در جواب بهت میگم که به الفبای موسیقی نوت میگی. زیاد توضیح بیشتری نمیگم چون همه پیش زمینه موسیقی ندارن و اینجوری براشون سخت میشه. فقط گفتم که باهاش آشنایی داشته باشی. حالا میریم سراغ راه بعدی. روش دوم یادگیری و نواختن با تبلچه. همراه اکثر سازها داخل اقلام همراهشون یه همچین چیزی هست، برچسب جدا کننده تیغه ها، برچسب رنگی هم بهش میگن. این روی تیغه ها 2 تا در میون زده میشه و با استفاده از عکس تبلچه یا تبلچه‌های متحرک میتونی جای نوت ها رو متوجه بشی، زمان بندی نوت ها رو متوجه بشی و بنوازی. البته اینم بگم که برای شروع و مبتدی این راه حل خوبی نیست. پس من روش‌های دیگر رو بهت میگم که با اونا شروع کنی و کم کم به این 2 تا روش برسی و حرفه‌ای‌تر بشی. اینم گفتم مثل نوت‌خوانی که باهاش آشنا بشی. اینا روش‌های یادگیریه، با اینا هم میتونی بزنی. اگه جای شکل و شمایلشون رو دیدی بدونی اینا چی هست. حالا بریم سراغ روش‌های آسان‌تر. قبلش یه چیزی بگم. یادگیری از طریق نوت‌خوانی موسیقی یا نوت‌خوانی 5 خط حامل یا تبلچه خیلی خوبه. سطح تو خیلی بالاتر میبره. با نوت‌های موسیقی، با زمانبندی‌ها آشنا میشی، ولی یه مقدار زمان میبره. پس من این 2 تا روش هم گفتم که میتونی دنبالش بری، یاد بگیری. بعدها خیلی برات استفاده میشه، خیلی برات خوبه و اینا. فعلا میریم سراغ روش‌های آسون. خب روش سوم و 4 میشه نواختن با نوت‌های عددی و نوت‌های حروفی طبق ریتم قطعه. پس توی این روش رعایت ریتم خیلی مهمه. ببینید کالیمبا 17 تا تیغه داره، درسته؟ 17 تا تیغه داریم یعنی 17 تا نوت داریم. 7 تا تیغه نوتی که روش نوشته شده بدون نقطه است. 7 تا نوت دیگه‌مون با 1 نقطه مشخص شده و 3 تا نوت دیگه‌مون با 2 تا نقطه مشخص شده. حالا چرا؟ با نقطه در واقع تفکیک و مشخص شدن. ببینید ما الان 3 تا شماره 1 داریم. یه دونه این وسطه، یکی اینجاست و یکی هم اینجا. حالا مثلا توی یه نوت قطعه‌ای که داریم نگاه میکنیم میبینیم زده 1 بدون هیچ علامتیه، میشه این. اگر یه دونه نقطه روش داشت میریم سراغ قسمت هایی که نوت ها با یه دونه نقطه مشخص شده که میشه اینجا. و اگر هم 2 تا نقطه داشت میریم سراغ قسمتی که نوت ها با 2 تا نقطه مشخص شده. به همین راحتی. مهمترین نکته‌ای که اینجا پیش میاد و من میتونم بهت بگم
اینه که جای نوت ها روی تیغه رو توی ذهنت بسپار. اینم بگم که با تمرین و تکرار مسلما این اتفاق میفته و جای تیغه ها، جای نوت ها روی تیغه کامل توی ذهنت جا میفته. تمرین مهمه. وقتی که میخوای ساز دستت بگیری و بنوازی، توی دستت محکم نگه ندار، طوری باشه که باهاش راحت باشی. کف دستا کناره های ساز قرار میگیره، انگشتای اشاره رو کناره های ساز میذاریم و با انگشتای شست روی تیغه ها زخمه میزنیم و به اصطلاح همون ضربه میزنیم و مینوازیم. این سه تا هم که اینجاست. نکته مهمه دیگه اینه که روی تیغه ها محکم نزن اصلا. ببین خیلی ملایم، خیلی آروم، خیلی ملایم. صدایی هم که شنیده میشه خیلی دلنشینه. پس با فشار زدن این اشتباهه، غلطه، اصلا دستت هم زود خسته میشه. خیلی راحت توی دستمون نگه میداریم و خیلی نرم و ملایم هم مینوازیم. حالا میخوام درباره ناخن بهتون بگم. اگه کوتاه باشه خیلی راحت تری، مسلط تری، خیلی بهتر میتونی بنوازی. وقتی ناخنت خیلی بلند باشه به ارتعاش تیغه ها گیر میکنه و همچین صدایی میده. خیلی بده این صدا و خب نوازندگی رو خراب میکنه دیگه. این صدای گز مدام شنیده بشه واقعا بده. موقع زدن خیلی با دقت نرم و روون میزنیم، طبق ریتم قطعمون میزنیم. نکته دیگه برای شروع حتما سراغ نوت‌هایی برو که آسون باشه، شنیده باشی، ریتمش برات آشنا باشه، نوتش کوتاه باشه، تغییر کوک نخواد. توی پیج کلی نوت آسون هست، میتونین از همش استفاده کنین و بنوازین و لذت ببرین. یه نوت آسون براتون میذارم، با این شروع کنین، کلی لذت میبرین، همه شنیدینش و اینکه آسونه، برای شروع عالیه. به مرور زمان با تمرین و تکرار دستتون روونتر میشه و میتونین سراغ هر نوتی که دوست دارین برین. یه روش تو پیج اینستا گذاشته بودم برای حفظ کردن جای نوت ها. اینجا هم میذارم عکسشو، خیلی خوبه. این عکس تقسیم بندی عالی نوت ها رو داره،
نوت‌های سمت چپ که میشه دست چپ، نوت‌های سمت راست که میشه نوت‌های دست راست. اینا کامل توی ذهنت میمونه. با مثال برات میگم. مثلا توی یه نوتی، تو نوت قطعه‌مون نوشته 3 نقطه دار. خب میشه اینجا. پس ما وقتی جای اینو من بلد باشم، وقتی اون نوتو ببینم، دستم مستقیم میره روی همون تیغه که همون نوت روش نوشته شده. پس سرعت نوازندگیم بالاتر میره و با تمرین و تکرار هم نوت ها کامل توی ذهنت میمونه، جای نوت ها هم تو ذهنت میمونه. پس چیزی که خیلی مهمه تمرینه. هر دفعه با خودت تکرار کن. مثلا 1 اینجاست، 2 3 4 5 6 7. یا مثلا این قسمت 1 نقطه دار، 2 نقطه دار، 3 نقطه دار، 4 نقطه دار. اینجوری کامل توی ذهنت میمونه. دیگه مثلا ناخودآگاه واقعا حفظ میشی، هم نوت ها رو هم جای نوت ها رو. اگه مبتدی هستی و تازه شروع کردی که این سازو بنوازی، بهتره که نوت ها رو خط به خط تمرین کنی. اگر نوت طولانی بود، اونا رو به دسته‌های کوتاه‌تر تقسیم بندی کن. ریتم قطعات رو دقیق گوش بده، خیلی دقیق، و طبق همون ریتم با نوت‌های عددی یا نوت‌های حروفی بنواز. بعضیا با نوت حروفی راحتن، مثلا نوت به صورت C, D, E یا مثلا F نقطه دار، G نقطه دار باشه راحتن. بعضیا هم با عدد راحتن. من خودم با نوت باز توپق زدم. من خودم با نوت‌های عددی خیلی راحتم و چشمم سریعتر پیداشون میکنه، بعد جاشون هم دقیق تو ذهنم مونده. عددیه خیلی بهتره به نظر من، هر طوری که خودت راحتی. عددی. نکته دیگه که میتونم بهت بگم اینه که روی یه قطعه تمرکز کن، اونو تمرین کن، تکرار کن، ریتمشو در بیار، کامل بهش مسلط شو. با تمرین و تکرار دستت روونتر میشه، سرعتت بالاتر میره. خلاصه اینکه براش وقت بذار. هر سوالی هم داشتی از خودم بپرس. تو پیج اینستا برای دوستان اشکالگیری دارم، یعنی برام وایس میفرستن از تمرینشون، از قطعه، یا توی تلگرام یا توی دایرکت و اینا برام وایس رو میفرستن، من گوش میدم و اشکال رو بهشون میگم که بهتر تمرین کنن، یه مقداری روش بیشتر وقت بذارن و اینا. پس اگه سوالی داشتی یا توی قطعه اشکال داشتی، وایسش رو برام بفرست، بعد اشکالگیری میکنم. اگرم که مشکلی نشده باشه کلی تشویقت میکنم. وقتی ایراد یا اشکال توی نوازندگی برطرف بشه، خب خیلی صحیح‌تر، درست‌تر تمرین میکنی، بهتر جلو میری و این باعث پیشرفتت میشه. پس با هم در ارتباط باش. خلاصه اصلا سخت نگیر، اصلا به هیچ عنوان سخت نگیر، از سازت لذت ببر، مخصوصا از صدایی که داره، از آرامشی که داره. مثل هر کار دیگه‌ای کالین با هم نیاز به تمرین داره. شما هر حرفه‌ای رو که شروع کنی، هر کاری، هر هنری، حتی هر سازی رو که بخوای یاد بگیری، نیاز به تمرین داره، نیاز داره که براش وقت بذاری. پس برای کالین با هم وقت بذار و کلی ازش لذت ببر. اگه این ساز جذاب خواستی، به اینستام پیام بده. کلی دوستتون دارم رفقا. مرسی که همراه هم بودین. تا ویدیوی بعدی. تمرین یادت نره ها.